بر تو بنیامین. این چه کاری بود؟ شرم نکردی؟ بنیامین، آیا به راستی تو این کار را کرده ای؟ این بود پاداش عزیز مصر؟ او کم به ما محبت کرد؟ چرا ما را نزد او شرمنده کردی؟ تو ما را بین مردم مصر سرافکنده و شرمنده کردی. از میان بارهای او پیدا شد. نتیجه محبت این است؟ ما از محضر عزیز مصر پوزش می‌طلبیم. اگر بنیامین دزدی کرده عجیب نیست، چرا که برادرش هم دزد بود و کمربند جدمان اسحاق را از عمه ما دزدیده بود. شما مردم بدی هستید. فقط خداوند به آنچه شما به برادر خود نسبت می‌دهید آگاه است. ببریدش. ببریدش. حالا بدون بنیامین چگونه به نزد پدر باز کردیم؟ چه کنیم؟ چرا این چنین شد؟ به راستی بنیامین دزدی کرده بود که او را بردن؟ شما که دزدی او و برادرش یوسف را تایید کردید، نکردید؟ این همان دسیسه‌ای بود که پدرمان نگران آن بود. ما در محضر خداوند با پدر عهد بستیم. خدا را وثیقه قرار دادیم که به هر قیمتی شده بنیامین را بازگردانیم. چونی بازگردیم؟ به پدر چه بگوییم؟ اصلا پدر از ما میپذیرد که بنیامین دوست بوده؟ اینها همه شاهد بودند. دروغ که نمیگوییم. همه ما خوب میدانیم که کمربند اسحاق نبی را عمه فاقه به کمر یوسف بسته بود. از کجا معلوم که جام زرین عزیز مصر را کس دیگری درباره بنیامین نگذاشته باشد؟ ما چه میدانیم واقعیت چیست؟ ما فقط دیدیم جام از بار بنیامین سر برآورد. بنیامین را نمیدانیم. از ماجرای یوسف هم بیخبری که او را دزد خواندی؟ این شرم‌آور نیست که جمعی پیامبرزاده برادر خود را نابود کرده به مرده او تهمت دزدی میزنند و حاضر به تو بنیستند؟ شرم‌آور است، واقعاً که شرم‌آور. به جای مجادله برای نجات بنیامین کاری بکنی. باید به قصر عزیز مصر برویم و به هر وسیله که شده بنیامین را با خود باز گردانیم. من بدون بنیامین به کنعان باز نخواهم گشت. پس تکلیف ما چه می شود؟ نمیدانیم بمانیم یا برویم. کمی صبر کنید. شاید بنیامین را بازگردانیم. عجب گرفتاری شده ایم از دست این فرزندان اسرائیل. آزار صبر مگر نیامدن برمیگرد. متاسفم.
عزیز مصر حاضر به سخن گفتن با شما نیست. مگر می توانی بنیامین را به حال خود بگذاریم و برویم؟ کاری بکنید. شما را به خدا اگر کاری از دستتان برمی آید کوتاهی نکنید. متاسفم از من کاری ساخته نیست. چه شد جناب مشاور؟ بنیامین رو آزاد میکنن؟ شما رو به خدایان کاری بکنید. ما روی بازگشت نداریم. آیا عزیز مصر ما را به حضور میپذیرند؟ محال است بدون ملاقات با عزیز مصر بازگردیم. یا باید ما را بار دهد یا همه ما را به زندان بفرستد. من قولی نمیدم، اما سعی خود را خواهم کرد. کاری که برادر شما کرد بسیار بدتر از آن است که کسی بخواهد وساطت کند. ما عزیز مصر را بزرگوارتر از آن میدانیم که ما را ناامید کند. امیدوارم عزیز مصر بپذیرد. باید دید جناب یوزارسیف بزرگ بسیار خشمگین بودند. شما هم اینجا بمانید تا ببینیم چه میشه. ما باز خواهیم گشت. سلاح‌هایتان را بدهید بروید. ایستید. منتظر بمانید ببینم چه باید کرد. آنها را آوردی؟ با آنها گفتیم سعی خود را خواهیم کرد. امیدواریم شما را به حضور بپذیرند. اینک پشت در ایستادن. اجازه ورود میفرمایید؟ بویی که از ساختگی بودن ماجرا نبردن؟ نه، ظاهرا همه چیز باورشون شده. بنیامین را بیرون ببر. چند نفر را آماده باش نگه دارید. آنها که ناامید شوند ممکن است دست به هر کاری بزنند. بمیسابو بگو وارد شوند. طبق قانون و سنت کنعانیان دزد را باید به بردگی گرفت. این سخن را خود شما گفتید، درست است؟ عزیز مصر را برده و بنده بسیار است. بزرگواری کرده. بنیامین را به ما بازگردانید. خطاکار اگر مجازات نشود خطای خیش را تکرار میکند. ای عزیز مصر، بنیامین را پدری پیر و سال خورده است که نمیتواند دوریش را تحمل کند. بیایید و این پیر زجر دیده را خوشحال کنید.
پاسخ محبت‌های من این بود برادر شما باید مجازات شود. فقط میتوانم دستور دهم او را شکنجه ندهم و شلاق نزنند. پس یکی از ما را به جای او بگیری، اصلا مرا به جای او نگاه داری. او را آزاد کنید تا نزد پدر بازگردد. بیشک بزرگی جان شما این لطف را در حق ما انجام خواهد داد. شما پیامبرزادگان چه انتظاری از جناب یوزرسیف دارید؟ شما برده میخواهید. بنیامین یا دیگری چه فرق میکند؟ برای چه نیاز به برده؟ پناه بر خداوند بزرگ. من متاع خیش را نزد بنیامین یافتم. حال دیگری را به جای او مجازات کنم؟ در این صورت که من ستمکار خواهم بود. خطاکار باید اظهار ندامت و توبه کند تا تطهیر شود، وگرنه باید او را با مجازات و تنبیه طاهر نمود. برادر شما هنوز اظهار پشیمانی نکرده، بس باید مجازات شود. این که کاری ندارد، میتواند توبه کند. آیا واقعا کاری ندارد؟ به راحتی میتوان توبه کرد. اما من جمعی را میشناسم که خطا کردند و هنوز توبه نکردند. بس راست اینی که حسبتتر نکنید. اگر دست از پا خطا کنید زنده از اینجا بیرون نخواهید رفت. هر چه زودتر اینجا را ترک کنید. بروید. ما با پدر عهد بستیم و خدا را وثیقه گذاشتیم که بنیامین را با خود بازگردانیم. حال مگر میتوان بدون بنیامین بازگشت؟ به خصوص به خاطره تلخی که پدر از ماجرای یوسف داره. مگر میتوان او را قانع نمود که بنیامین دزدی کرده و عزیز مصر او را به بردگی گرفته است؟ آن زمان جوان بودیم و زشتی ستمی که با پدر و یوسف کردیم نمیفهمیدیم. حال که بنیامین را از دست داده ایم و با دست تهی نزد پدر باز میگردیم، میفهمم جنایتی را که مرتکب شده ایم چقدر عظیم بوده. چی شد لاوی؟ بنیامین را رها نکردن؟ شما که گفتید عزیز مصر مرد شریفی است، انسان بزرگی است، پس چی شد؟ نمیدانم. همه چیز به یک باره تغییر کرد. اصلا آن یوزرسیف سابق نبود. بالاخره میخواهید چه کنید؟ ما منتظر شما هستیم. میمانید یا برمیگردید؟ من با شما نمیایم. یعنی نمیتوانم بیایم. تا پدر اجازه ندهد من به کنعان باز نخواهم گشت. شما بروید، کاروانیان منتظرند. ما خود در کار بنیامین مانده ایم. نبودن تو را چگونه به پدر توضیح دهیم؟ بگویید لاوی روی بازگشت نداشت، در مصر ماند. بگویید لاوی یا با برادرش بنیامین باز میکردد یا در تبس میماند تا سن ببیند. لاوی! بروید، خانواده هایتان منتظرند. به گرسنه بروید. اگر به مصر بازگشتیم تو را چگونه بیابیم؟ در کاروان سرای برده فروش ها آنجا هم دیگر را خواهیم دید. بروید. بروید.
من نگران پدر هستم. او دوری تو را به تنهایی نمیتوانست تحمل کند. حال دوری هر دوی ما را چه خواهد کرد؟ پس باید کاری بکنیم که خداوند ما را به او بازگرداند. این گونه؟ تو که مرا هم از او گرفتی. نگران نباش، به زودی خداوند ما را به او میرساند. ولی من مطمئنم پدر تحمل دوری هر دوی ما را ندارد. پدر اگر بخواهد میتواند هر دوی ما را به دست بیاورد. چگونه؟ به خاطر داری دیروز پیش از نگه داشتن تو ماجرای جدمان ابراهیم خلیل را یادآوری کردم. آری، ماجرای قربانی کردن عمویمان اسماعیل را. اگر جدمان ابراهیم اسماعیلش را قربانی نمی‌کرد به او دست نمی‌یافت. او اسماعیل درونش را قربانی کرد، به او دست یافت. ولی هنوز پدر اسماعیل هایش را قربانی نکرده. یعنی به همین دلیل خداوند بین شما و پدر جدایی انداخت و این فراق پایان نمی‌یابد؟ به همین دلیل است که هرگاه خواستم پدر را از وضع خود باخبر کنم خداوند مانع شده. پس میتوان امیدوار بود که این هجران به پایان برسد. من تردید ندارم پدر که هر دوی ما را از دست بدهد دوباره به دست خواهد آورد. نگران نباش، به زودی پدر را ملاقات خواهیم کرد. تو خیلی خوب و مهربانی آسنت. نمونه انسان کامل و دریایی از مهر و محبت یوسف است. تو مرا خوب می‌خوانی؟ خوب آن است که همه مردم حلقه غلامیش را به گوش انداختند، نه آسنت. من از کودکی یوسف را پرورش دادم. روح بزرگ و قلب مهربان او را خوب می‌شناسم. همانقدر که با من نامهربان بود، به زیر دستان من عشق می‌ورزید و بردگان را دوست داشت. آیا خبر از علاقه یوسف نسبت به خود داری؟ به من که چیزی نگفته، اما از نگاه یوسف این را دریافتم. پاسخ این محبت را چگونه خواهی داد؟ نمیدانم. اگر آن شور و سرمستی پیشین بود میدانستم، اما اکنون که مهری در میان نیست نمیدانم. یوسف پیامبر خداست و مهر و محبت او از سر هوای نفس نیست. او هیچ امری را بدون اذن پروردگار خویش انجام نمیدهد. یعنی ابراز محبت او نسبت به من به فرمان خداوند است. پیش از زیبایی چهره‌ات و بینایی دیده‌ات دستور ازدواج با تو را به او دادند. فراموش نکن اطاعت از فرمان پیامبر خدا بر ما واجب است. من نه فرمانی شنیدم و نه مهری دیدم و نمیدانم اگر روزی او ابراز محبت کند چه کنم. اصلا نمیدانم به جز عشق معبود عشق دیگری را میتوانم در قلب خود جای دهم یا نه. در هر حال رایحه مهر الهی همیشه به انسان نمیوزد. مراقب باش از مسیر این رایحه کناره نگیری. رایحه مهر الهی همیشه به انسان نمیوزد. مراقب باش که از مسیر رایحه کناره نگیری.
آمدن 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 کاروانیان آمدن آمدن ای کاش این راه به سرعت طی نمیشد. حالا به پدر چه بگویی؟ سلام عمویم. سلام پدر. سلام، خوش آمدید. اما بنیامین کجاست؟ نوما پدرت بنیامین نیست. پدر تو هم که نیست. اما یهودا بس پدرم لاوی کجاست؟ نگران نباش، اتفاقی نیفتاده. آنها در سلامت هستند. برم. چرا ساکتید؟ چرا حرف نمیزنید؟ لاوی کجاست؟ پس چرا حرف نمیزنید؟ بنیامین چه شده؟ چه بلایی بر سر او آمده؟ باز چه مصیبتی بر سرم آورده اید؟ بنیامین و لاوی کجا هستند؟ چرا شما هر بار به سفر می روید باید منتظر فاجعه ای باشم؟ چرا؟ نگران نباشید پدر، اتفاق بدی نیفتاده، یعنی چیزی نشده. بنیامین و لاوی هر دو زنده و سالم هستند. فقط حادثه زشتی رخ داده که شما هم چون ما باور نمی کنید. اگر سالمند پس چرا با شما نیستند؟ برای اینکه بنیامین برده عزیز مصر شد، برای اینکه پسرت دزدی کرد و عزیز مصر به مجازات دزدی او را به بردگی گرفت. زبانی که به التماس او را بردید برادرتان بود. صحبت دزدی که شد پسرت دزدی کرد. وای چقدر شما پلید و ناپاک هستید که به برادر خود تهمت دزدی میزنید. ولی پدر، ما حقیقت را گفتیم. همه افراد این قافله شاهد دزدی او بودند. متاع دزدی از میان گندم‌های بنیامین پیدا شد. این دروغ است. بنیامین دزد نیست. این تهمت ناروا در مورد بنیامین است. ما هم اگر به چشم خود ندیده بودیم باورمون نمیشد، ولی متاسفانه حقیقت دارد. نه نه، شاید شما ندانید اما برادرانش میدانند. بنیامین دزد نیست.
بنیامین را من بزرگ کردم. او نمیتواند دزد باشد. لاوی را چه کردید؟ او چه دزدیده بود که با خود نیاوردید؟ لاوی روی بازگشتن نداشت. گفت بدون بنیامین به کنعان باز نمیگردد. او به ناچار در مصر ماند. این سخنان ساخته ذهن شماست. این کلمات را ذهنهای شما برای شما زینت دادند. آنچه در مورد بنیامین میگویید عاری از حقیقت است. حقیقت ماجرا را خدا میداند، اما در ظاهر آنچه که ما دیدیم، جام زرین عزیز مصر از میان بارهای بنیامین پیدا شد. شما بنیامین را به اصرار برای آوردن گندم با خود بردید. آن همه عهد و میثاق بستید. این بود وفای به عهد شما. من از دست شما به کجا پناه ببرم؟ با حسرت‌ها برای یوسف. ای وای برای بنیامین و لاوی. عزیزانم، چرا پدر پیر خود را تنها گذاشتید؟ حال درد فراق شما را چگونه تحمل کنم؟ ببینید درد فراق شما سینه‌ام را به درد آورده. خون آب از دیدگانم روان ساخته. برای کدامتان گریه کنم؟ کدام یک را ناز و نوازش کنم عزیزانم؟ شما با این همه گریه خود را هلاک خواهید کرد. بس کنید پدر، بس کنید. بس کنید پدر. شما با این همه یوسف گفتن بار اندوه خود را بیشتر میکنید. شما را به خدا بس کنید. چشمانتان ضعیف است. نابینا خواهید شد. یوسف من، ماه کنعانم. هرگاه طلوع می کردی کلبه تاریک زندگیم و خانه افسرده قلبم را روشن می نمودی. غم جانگداز فراق تو کم بود که درد جدایی بنیامین و لاوی هم به آن افزوده شده. قلبم را به آتش کشیده و زندگیم را تیره تر از گذشته کرده است. عزیز پدر، آیا تو نیز چون من دلخسته از درد فراق میسوزی و میگدازی؟ آیا شبها غریبانه سر بر بالین خاک داده با اشک چشم آن را آبیاری میکنی؟ 30 و چند سال است که غم بر این خاندان سایه انداخته. گویی پایان هم ندارد. چه میدانستیم این چنین میشود؟ شما که گفتید عزیز مصر مهربان و با سخاوت است. پس چه شد؟ نمیدانم. همه چیز به خوبی پیش میرفت. ما گندم ها را بار زده به سوی کنعان می آمدیم که دزدی بنیامین همه چیز را خراب کرد. بنیامین دزد نیست. این را همه میدانند. من نیز سر در نمی آورم. مادر، عموهایم راست میگویند که پدر دزدی کرده است؟ پدرت دزد نیست. نمیدانم چه بلایی بر سرش آوردند که با این تهمت میخواهند جرم خود را پنهان کنند. ولی همه جامی را که از بار گندم پدرم پیدا شده دیدن. همه اشتباه میکنند. آنها از بارهای او تنها یک جام زرین پیدا کردند. از کجا که خود این جام را در بار او نگذاشتند؟ اگر همه چشم ها دزدی پدرت را هم دیده باشند، باز باور نکن که پدرت دزد است. وای به حالشان. امیدوارم بلایی بر سر پدرم نیومده باشد، وگرنه خوب میدانم با آنها چه کنم. بنیامین دزد نیست. این حرف رو نزن. همه مردم کنعان به بنیامین اعتماد دارن. اگر دزد نیست پس چیست؟
چرا متاع دزدی از میان بارهای من سر در نیاورد؟ او و برادرش هر دو دزدند. آنها پدر ما را از ما دزدیدند. سالها در آرزوی داشتن پدر سوختیم. آنها کمربند عمه فائقه را دزدیدند. آنها جام عزیز مصر را دزدیدند. آنها هر دو دزدند. پدر، به راستی تو عموی من بنیامین را دزد می‌دانی؟ چه میخواهید؟ برایتان غذا آوردم پدر. میل به غذا ندارم. باز کردم. تا در را باز نکنید از اینجا نخواهم رفت. نمیخواهم دخترم. من گرسنه نیستم. خواهش میکنم پدر. پدر، چشمانتون چه شده؟ شما با خود چه کردید پدر؟ چشمانتون سفید شده. بیایید پدر بزرگ، بیایید اینجا بنشینید. شما چرا با خود این گونه میکنید پدر؟ شما را به خدا به خود رحم کنید. چرا این همه خود را رنج میدهید پدر؟ چه شده دینه؟ چه خبر است؟ این صدای فریاد که بود؟ یوسف یوسف عزیزم. آی خدا. چه شده پدر؟ چه به روز خدا آورده اید؟ چقدر گفتیم گریه نکنید. سالهاست با این گریه هم خود را رنج میدهید هم ما را. بس کنید پدر، تو را به خدا بس کنید. مرا به دلسوزی شما نیازی نیست. تنهایم بگذارید. ما میخواهیم یاریتان کنیم پدر. آمده ایم که از شما یاری نمیخواهم. از اینجا بروید. بروید. بروید و تنهایم بگذارید. نه گریه های شما را باور دارم، نه دلسوزی هایتان را. پدر گوش کنید. ما میخواهیم شما یاریتان کنیم. گفته بودم اگر بنیامین را نبینم خواهم مرد. بروید. بروید. پدر خواهش میکنم اجازه دهید پدر. بروید. ای وای برای یوسف. ای وای برای بنیامین. ای وای برای لاویا. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چشمهای پدر سفید شده. سفید؟ چرا مرا تنها گذاشتید؟ اصلا دیگر نمیبیند. از دیروز که بازگشتیم یک سر گریه میکنه. یک لحظه آرام قرار. چشمایم برای شما سفید شده. کاری بکنید. او خود را هلاک خواهد کرد. تا کنه او را این گونه ندیده بودم. شما نیاز بیفایده است. اما چاره چیست؟ باید کاری بکنیم. یوسف گم گشتم. کی باز میگردی؟ بس کنید پدر. این همه گریه نکنید. گریه های شما همه کنعان را در ماتم فرو برده. این گریه ها تا کی؟ در را باز کنید. از من چه میخواهید؟ پدر. ای نبی خدا، چشمانتان
یهودا، روبی. یوسفم را از من گرفتید، بنیامین را گرفتید، گریه هم از من دریغ می‌دارید. می‌خواهید که من برای عزیزانم گریه نکنم. از شهر کنعان بیرون آمدم تا دور از شما باشم. عزلت گزیدم که در تنهایی برای یوسفم گریه کنم. اینک داغ بنیامین و لاوی را بر آن افزوده اید. توقع دارید که من گریه سر ندهم؟ میخواهید که من برای عزیزانم ناله نکنم؟ تنهایم بگذارید. چه میخوایی؟ چرا دست از سر او بر نمیداری؟ همه چیزم را گرفتی. نمیخواهم شما را ببینم، صدایتان را هم نمیخواهم بشنوم. میخواهم با یوسفم تنها باشم. بروید. این حق است. یک خیانت و خطا کردی که تا پایان عمر باید مکافات آن را پس بدهی. یوسفم، دل بندم، تو همیشه با آن چهره ملکوتی و کودکانت و آن معصومیت پیشین در نظرم مجسم میشوی. من برای دیدن تو به دیده نیاز ندارم. تو همیشه در قلب منی، هیچگاه فراموش نمیشه. ای کاش سالها پیش توبه کرده بودیم و حقیقت را برملا میکردیم و این همه سال خود و پدر را رنج نمیدادیم. هرچه بشنویم، هرچه تحقیر شویم، حق ماست. تازه داشتیم ماجرای یوسف را فراموش میکردیم. عزیز مصر با نگه داشتن بنیامین زخم کهنه را تازه کرد. من از عزیز مصر سپاسگزارم. او موجب شد که ما بار دیگر به خطای خود فکر کنیم. یادتان هست زمانی که تصمیم به نابودی یوسف گرفتیم، گمان می‌کردیم پس از ارتکاب خطا توبه می‌کنیم. می‌بینید خداوند توفیق توبه را هم از ما سلب کرده است. نزدیک 40 سال است که نتوانستیم توبه کنیم. 40 سال. میدانم خطا از من بود. گمان میکردم توبه کردن آسان است. درود بر یعقوب نبی. پیک حق، فرشته وحی، خوش آمدی. میبینی در فراق یوسفم چه میکشم؟ میبینی به چه روزی افتادم؟ یوسف را چه کسی آفرید و پرورش داد یعقوب؟ خالق و پروردگار همه جهانیان، خداوند تعالی. به جز یوسف چند فرزند داری؟ با دخترم دینه 12 فرزند. در فراق فرزندی که 12 جانشین دارد این گونه بیتابی میکنی یعقوب؟ هیچ یک از آنها جانشین یوسف نیست. یوسف بی‌بدیل است. بی‌بدیل فقط خداوند یکتاست. و یوسف هم آینه خدا نماست. به او که مینگریستم جلوه جمال خداوند و مظهر تجلی خالق را میدیدم. من آینه خدا نمایم را گم کردم. همه هستی جلوه جمال خداوند و مظهر تجلی اوست. به اطرافت بنگر. اما همه موجودات هستی ولی خدا نیستند. یوسف ولی خدا بود. من آینه خدا نمایی را گم کردم که بر من ولایت داشت. از کجا دانستی که یوسف بر تو ولایت دارد؟ از آنجا که در خواب
مرا در حال سجده خود دیده بود. خداوند غیور است. تو را یک دل بیش نیست یعقوب. در یک دل دو دوست نمی گنجد. وای پروردگارا، اگر بیش از حد برای یوسف بی‌تابی کردم پوزش می‌طلبم، توبه میکنم، توبه میکنم. من یوسف را جانشین خداوند میدانستم، نه شریک او. یعقوب، میدانی خداوند اسماعیل را به جد تو ابراهیم کی بازگرداند؟ زمانی که خداوند گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی فرستاد. نه، زمانی که ابراهیم حاضر شد اسماعیل خود را در راه خدا قربانی کند، اسماعیل به او بازگردانده شد. آری حقیقت دارد. من هنوز از اسماعیل های خود نگذشتم. شاید به همین دلیل هنوز به دیدار یوسف نائل نشدم. شرمنده. اما به خداوند یکتا سوگند میخورم که از همکنون از هر دوی آنها گذشتم و تنها خداوند یکتا به جای همه آنها مرا کفایت میکند. بعد از هر شدتی گشایشی است. شاید این نهایت درد و آغاز آرامش باشد و شاید پایان هجران و فراق و آغاز وصل نزدیک است. از کجا بدانم این چنین است؟ تفحص کن. از حال یوسف و از حوادث مصر جویا شو. روزنه امید را خواهی یافت. پیک حق، فرشته وحی، کجایی؟ پروردگارا، از این پس گله و شکایت و شکوام را تنها برای تو و به سوی تو خواهم آورد. برای من یوسف با تو یوسف است، بی تو یوسف هیچ نیست. معبودم، من تنها تو را می پرستم و از تو یاری می طلبم. یوسف آینه جمال تو بود. من در آینه می نگریستم تا تو را ببینم. آینه که خود دیدن ندارد. اگر یوسف را دوست می‌دارم از آن روز که عشق را تجربه کنم، وگرنه معشوق من تو هستی. با حب یوسف مفهوم عشق را ادراک نموده، از یوسف عبور کرده و به تو که معشوق حقیقی هستی میرسم. پروردگارا، یوسف پلیست برای رسیدن به تو.